خب عرض کنم که ما جلسه پیش در واقع بحثمون رسید به ابتدای جرم مؤثر که ما جرم مؤثر رو هم میتونیم در واقع از نظر روابط ریاضی نشون بدیم که دقیقاً با چه چیزی متناسب هست و همین که از نظر فیزیکی تعبیر بکنیم که جرم مؤثر چی هست. شما وقتی که انرژی الکترون آزاد رو در نظر میگیرید میگید همیشه به صورت اجبار دو بر دو ام کادو هست که اینجا انرژی بر حسب کادو یه انحنایی داره که این انحنا رو ضریب کادو مشخص میکنه. ضریب کادو هم میبینید که متناسب با عکس جرم هست، بنابراین وارونه جرم همیشه برای ما به نوعی متناسب با انحنای نوار انرژی خواهد بود. حالا اگر شما مثلا میگید که انرژی الکترون آزاد لامدا نشون بدیم به جای همون اجبار دو بر دو امکادو و گاف انرژی رو با ای جی نشون بدیم که در مرز منطقه این گاف انرژی اتفاق میفته، در واقع انحنای نوار انرژی رو ما میتونیم با نسبت لاندا بر ای جی مشخص بکنیم که هرچقدر ای جی کاهش پیدا میکنه طبیعتاً این انحنا هم افزایش پیدا میکنه. حالا این هم یه مقدار عددی هست که میگه اگه شما پهنای نوار انرژی الکترون رو 20 الکترون ولت بگیرید و گاف نواری رو در این مرتبه 2 تا 2 الکترون ولت در نظر بگیرید، طبیعتاً وارون جرم رو با نسبت 1 بر در حقیقت ای جی که گفتیم در واقع لاندا بر ای جی در حقیقت متناسب با در حقیقت اون پهنای نوار هست و شما میتونید با استفاده از نوار انرژی آزاد و همینطور گاف انرژی که به این شکله از نسبت اینها در واقع این نسبت لاندا بر ای جی رو مشخص بکنید که 20 رو تقسیم بر 2 دهم بکنید میشه 10، تقسیم بر 2 بکنید میشه در واقع 20 رو بر 2 تقسیم کنید میشه 10 و بر 2 دهم تقسیم بکنید میشه 100. یعنی وارون جرم در محدوده 10 تا 100 تغییر میکنه. نه آیه جباری اصلا مهم نیست در واقع DC باشه یا AC باشه. به هر حال وقتی شما میدان الکتریکی رو اعمال میکنید همیشه ما میگیم که الکترون ها در خلاف جهت میدان حرکت میکنن. حالا اگر AC باشه طبیعتا جهت میدان عوض میشه، هر وقت جهت عوض شد جهت حرکت الکترون هم عوض خواهد شد. خیلی حالا اگر ما میخوایم در واقع اون جرم مؤثر رو در واقع مقایسه بکنیم با جرم الکترون آزاد، شما در فصل قبلی یادتون باشه ما اومدیم برای یک مقدار معین دامنه پتانسیل که با یو در نظر گرفته بودیم اگر خاطرتون باشه. حالا اینا رو در واقع اشاره میکنم که رابطه 52 فصل 7 بود که ما اونجا از طریق دترمینان 2 تا نوار انرژی در واقع به دست آوردیم که یکی از نوارها تقعرش به سمت بالا بود، یکی به سمت پایین بود و اینا رو ما بسته به در واقع علامت یو این 2 تا نوار رو میتونستیم در نظر بگیریم. حالا اگر اینجا یو رو شما مثبت بگیرید در واقع اون 2 تا نوار انرژی و بالایی که متناسب با نوار رسانش و ظرفیت بودن میتونید به این شکل به دست بیارید. و اینجا من این توضیح رو عرض بکنم که رابطه 24 یک اشتباه چاپی فاحشی داره که اینو شما خودتون اصلاح بکنید. به این شکل بنویسید که ای کا مساویس با ای سی به اضافه
اجبار دو تقسیم بر دو ام ای در کا به توان دو. حالا اون رابطه ای که برای انرژی به ازای یوی مثبت در رابطه 52 فصل 7 به دست آوردید، اونجا هم انرژی به صورت چی بود؟ یه دونه مثلا ای به اضافه بقیه جملات. اون بقیه جملات رو که متناسب با کادو بود، با این جمله اجبار دو بر دو ام ای کادو شما مقایسش میکنید. اینجا ام ای که نوشتیم در مخرج، این ام ای جرم مؤثر الکترون هست در واقع. حالا این رابطه رو شما با رابطه 52 فصل 7 مقایسش بکنید، ارتباطی که بین جرم مؤثر الکترون و جرم آزاد الکترون پیدا میشه به این شکله که ME تقسیم بر N میشه 1 بر 2 تا لامدا بر یو منهای 1 و به طور مشابه اگر انرژی در واقع نوار ظرفیت رو که در واقع نوار پایین تر بود برای یوی مثبت بنویسید و با این رابطه که ای کا مساوی ای و منهای اجبار دو بر دو ام هاش کادو هست مقایسش بکنید، اون وقت ام هاش بر حسب جرم آزاد الکترون یا جرم الکترون آزاد به شکل 1 بر 2 لامدا بر یو به اضافه 1 حاصل خواهد شد. خب این نشون میده که در واقع جرم مؤثر الکترون و حفره اولا متفاوت از جرم آزاد الکترون هست و ثانیاً اینم در واقع توضیح رو اضافه بکنم که برای نوار ظرفیت شاید اینو قبلا هم توضیح دادم که چرا ای کا رو به شکل ای و منهای اجبار دو کادو بر دو ام می نویسید. ببینید شما اگر برگردید به همون شکل نو که اینجا الان توضیحش میدادیم، خب اینو به عنوان نوار ظرفیت بگیرید. گفتیم ماکزیموم نوار ظرفیت که در نقطه کا مساوی 0 قرار داره، اینو با مقدار ای و به عنوان لبه نوار ظرفیت مشخص بکنیم که حالا بعداً ای و رو ما میتونیم 0 بگیریم، یعنی اینجا رو مبدأ انرژی در نظر بگیریم. از این نقطه که شما میایید پایین تر، مثلا هر نقطه‌ای مانند جی، اچ اینو در نظر بگیرید، با فرض اینکه در واقع این حول و حوش نقطه کا مساوی 0 نوار به شکل یک منحنی درجه دوم باشه، اون وقت ما در واقع میتونیم بگیم که از لبه که میاییم پایین تر یا از ماکسیموم که میاییم پایین تر این مقدار منفی خواهد شد. پس میشه منهای اجبار دو کادو بر دو ام. خیلی خوب. حالا اینجا شما این روابط رو وقتی به دست آوردید، الان ما میخواهیم بگیم که جرم مؤثر در واقع با چی متناسب هست. یعنی شما وقتی نوار انرژی رو دارید، آیا این جرم مؤثر رو با نوار انرژی که دارید چه ارتباطی میتونید بهش بدید؟ میتونیم در واقع به این شکل شروع بکنیم که شما قبلا در رابطه 1 سرعت گروه رو به شکل 1/4 دی ای به دی کا به دست آوردید در همین فصل رابطه 1. حالا بیاید از همین سرعت گروه یه مشتق زمانی بگیرید، بگید دی وی جی به دی ت 1/4 دی به دی ت دی ای به دی کا، پس میشه دی 2 ای به دی کا به دی ت. حالا من میتونم اینو به جای دی به دی کای مشتق اول انرژی میتونم بگم که دی به دی ت در دی کا به دی ت، ببخشید دی به دی کا در دی کا به دی ت. یعنی اون وقت این تبدیل میشه به
مشتق دوم انرژی نسبت به کا ضرب در دکا به دیته، که اینو دیگه قاعده زنجیری هست، شما میتونید خیلی راحت اینو اعمال بکنید. از طرفی قبلا ما اینو بحث کردیم که H بار دکا به دیته همون نیرو هست، یعنی دکا به دیته میشه F بر H بار. پس به جای دکا به دیته اگر F بر H بار رو قرار بدیم، اون وقت رابطه DVG به دیته میشه 1 بر H بار 2 D2 E به دکا2 ضرب در F. و یا میتونید F رو به شکل H بار 2 بر D2 E به دکا2 در DVG به دیته. حالا شما میگید که F مساویه با یک ضریبی ضرب در مشتق سرعت نسبت به زمان هست. میدونید که مشتق سرعت نسبت به زمان برابر با شتاب هست. حالا اگر ما این ضریب شتاب رو که همون H بار 2 تقسیم بر D2 E به دکا2 هست به عنوان جرم مؤثر الکترون تعریف بکنیم، اون وقت همون قانون دوم نیوتن رو خواهیم داشت که F مساوی است با M استار در آن. و در اینجا ما برای جرم مؤثر به این رابطه می نویسیم که اگر H بار 2 بر مشتق دوم انرژی برابر M استار هست، 1 بر M استار میشه 1 بر H بار 2 D2 E به D کا. خب پس از این به بعد ما جرم مؤثر رو میتونیم بگیم که متناسب با عکس مشتق دوم انرژی نسبت به کا هست. مشتق دوم انرژی نسبت به کا از نظر ریاضی در حقیقت تقعر منحنی رو نشون میده، چنانچه تقعر به سمت محور مثبت باشه، اینو میگید مثبت هست دیگه تقعر. اگر تقعر رو به پایین باشه یعنی منفی هست. پس این نشون میده که ما برای الکترون ها در نوارهای رسانش و ظرفیت به ترتیب جرم مؤثر مثبت و منفی خواهیم داشت که حالا بعداً خواهیم گفت که اینا معنیشون چیه، تعبیرشون چیه. و ثانیاً شما وقتی که 1 بر M استار رو به این شکل می نویسید که متناسب با مشتق دوم انرژی نسبت به کا هست، باید دقت بکنیم که انرژی همیشه در واقع همسانگرد نیست برای الکترون. معنیش اینه که همواره برای تمام نقاط کا به شکل سهمی نیست و در ادامه خواهیم دید که انرژی میتونه انحناهای مختلفی در تمامی نواحی اول بریلیان داشته باشه. یعنی به عبارتی شما وقتی که در مسیرهای تقارنی مختلف از ناحیه اول بریلیان انرژی رو حساب میکنید، بسته به اون جهتهایی که انتخاب میکنید انرژی هم در واقع شکلش، تقعرش، انحناش متفاوت خواهد بود. بنابراین وقتی ما میگیم تقعر یا انحنای انرژی نسبت به جهت متفاوت هست و جرم مؤثر هم که ناشی از در واقع عکس مشتق دوم انرژی است، میتونیم بگیم که در حالت کلی جرم مؤثر هم میتونه وابسته به جهت باشه و هر کمیتی که وابسته به جهت باشه یعنی یک تانسور هست. بنابراین ما میتونیم جرم مؤثر رو به شکل یک تانسور تعریف بکنیم در حالت کلی. وقتی که سطح انرژی در واقع ناهمسانگرد باشه ما میتونیم این شرایط رو در نظر بگیریم. پس اگر در حالت کلی به شکل تانسوری بنویسیم، 1 بر M استار اندیس مو در نو، اینا در واقع مختصات دکارتی هستن. یعنی همون به جای میتونید بنویسید که x y یا x y z یا بنویسید i و j، هرچی مختصات دکارتی رو نشون میده.
پس 1 بر ام استار میشه 1 بر اچ بار 2 دی 2 ای کا به دی کای نو در دی کای نو، یعنی یه بار در جهت مو مشتق میگیرید، در ادامهش در جهت نو مشتق میگیرید در حالت کلی. یعنی وقتی تانسور میگیرید، این تانسور دارای به شکل یک ماتریس هست به صورت 3 در 3 که اگر مو و نو با هم برابر باشن اون محور اصلی ماتریس رو تشکیل خواهد داد. در غیر این صورت مؤلفه های غیر قطری رو مشخص خواهیم کرد. همینطور برای سرعت هم که نوشتیم دی وی جی به دی ت مساوی است با 1 بر ام استار ضرب در اف. اون وقت با توجه به اینکه 1 بر ام استار رو به شکل تانسور گرفتیم، اینو میتونیم اندیس مو در نو بدیم. اون وقت سرعت اندیس مو و اف اندیس نو، یعنی 1 بر ام استار مو در نو ضرب در اف نو، یا 1 بر ام استار آی و جی در اف جی. این شکل ریاضیش در واقع به این شکل خواهد بود. خب پس ما از نظر ریاضی مشخص کردیم که جرم مؤثر متناسب با عکس مشتق دوم انرژی است. حالا اگر شما بخواید جرم مؤثر رو از نظر فیزیکی تعبیر بکنید، حالا به طور خلاصه من دارم اینو عرض میکنم خدمتتون، این مطلب رو شما خودتونم میتونید در حقیقت مطالعه بکنید. خلاصش اینه که شما وقتی که الکترون آزاد رو دارید و یک نیرویی رو بهش اعمال میکنید، این نیرو طبق قانون دوم نیوتن میشه برابر با ام ضرب در آ. یه جرم مؤثر، یه جرم آزاد رو داره که تحت تاثیر نیروی شتاب میگیره و این الکترون آزاد همیشه جرمش مثبت هست. اما وقتی که الکترون رو شما در داخل یک بلور در نظر میگیرید، این الکترون علاوه بر نیروی خارجی که بهش وارد میشه، این الکترون تحت تأثیر شبکه هم هست. یعنی میتونه هم از طرف یونها بهش نیرو وارد بشه، هم میتونه از طرف بقیه الکترون ها بهش نیرو وارد بشه و هم میتونه از طرف فونون های شبکه بهش نیرو وارد بشه. یعنی یک نیروی در واقع ساده ای مانند نیروی خارجی اینجا وجود نداره، بلکه مجموعه ای از نیروها همزمان میتونن به یک الکترون وارد بشن و چون در داخل یک سیستم متناوب داره حرکت میکنه و نوار انرژی که داره گفتیم در جهتهای مختلف انرژیش هم تغییر میکنه، طبیعتاً اینجا مجموعه این نیروها باعث میشوند که اون جرم الکترون متفاوت از جرم آزادش باشه که اینو به طور مؤثر میگیم که این الکترون در داخل بلور وقتی تحت تأثیر نیروی خارجی قرار داره، علاوه بر نیروی خارجی یک سری نیروها هم در شبکه بلوری وجود داره که مجموعاً اینو تحت تأثیر قرار میدن و این الکترون یه شتابی میگیره که طبیعتاً این شتابش متفاوت از حالتی است که الکترون در حالت آزاد قرار داره. بنابراین اینجا تأثیر تمامی نیروهای وارد بر اون الکترون رو با یک جرمی به نام جرم مؤثر در حقیقت مشخص میکنیم. حالا اینجا شما بحث رو اگر بخونید خودش توضیح میده که اگر مثلا الکترونی با تابع موج ای به قوه آی کا ایکس که دارای تکانه اجبار کا هست، حالا در نزدیکی ته نوار پایینی، منظور نوار ظرفیت رو مثال میزنه، زمانی که این الکترون با این تکانه اجبار کا به اتم های شبکه برخورد میکنه، طبیعتاً در اثر برخورد بازتابی پیدا میکنه که
تکانه بازتابی اجبار در کا منهای جی خواهد بود که طبیعتاً هر چقدر این کا نزدیک به مرکز ناحیه بریلین باشه، این بازتاب‌های براگی که اتفاق میفته سهم این تکانه خیلی کوچک خواهد بود، مگر اینکه کا اونقدر افزایش پیدا بکنه که برسه به مرز منطقه بریلین که اونجا این تکانه اجبار کامنهای جی سهمش قابل ملاحظه خواهد بود و زمانی که نزدیک مرز ناحیه بریلین هست، تکانه ورودی با تکانه بازتابی که در واقع به عنوان بازتاب براگ هست، اینا تقریبا با هم برابر میشن و در واقع امواج ایستاده رو تشکیل میدن به جایی که امواج رونده باشه. بنابراین اینجا ما میتونیم بگیم که جرم یک تک الکترون وقتی تحت تأثیر این نیروهای مختلف قرار داره و در داخل یک نوار انرژی در حقیقت حرکت میکنه، هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه. طبیعتا جرم مثبتش معنیش اینه که در واقع اون تقعر منحنی رو به بالاست یا نوار انرژی رو به بالاست و جرم مؤثر منفی به معنی اینه که تقعر انرژی یا نوار انرژی رو به پایین هست و در اینجا از اونجایی که گفتیم جرم مؤثر طبق تعریف منفی میشه، این جرم مؤثر منفی رو شما میتونید به این شکل در واقع تعبیر بکنید که خب طبیعتاً الکترونی که تحت تاثیر نیرو حالتش از نقطه کا مثلا به کای به اضافه دلتا کا تغییر میکنه، طبیعتاً این الکترون با این تغییر تکانه یک تکانه ای رو به شبکه منتقل میکنه که این تکانه طبیعتاً بزرگتر از اون تکانه است که توسط نیروی اعمال شده به الکترون منتقل میشه. بنابراین با اعمال میدان الکتریکی طبیعتاً و اینکه تغییر تکانه یا تغییر بردار موج الکترون افزایش پیدا میکنه، این به بازتاب براگ در حقیقت نزدیک میشه و در نتیجه تکانه‌ای که الکترون رو در واقع به سمت جلو میبره باعث میشه که در واقع در این حالت، یعنی به خاطر اون بازتاب براگ، یک تکانه در خلاف جهت حرکت الکترون ایجاد بشه و اگر این اتفاق بیفته معنیش اینه که جرم مؤثر انگار منفی هست. در واقع اون بازتاب‌های براگ باعث میشوند که تکانه رو به جلوی الکترون انگار کاهش پیدا میکنه و اینو ما به عنوان جرم مؤثر منفی در واقع تعبیر میکنیم. و حتی جرم مؤثر میتونه صفر باشه و اونم حالت‌هایی است که در واقع D2 ای به D K2 به نوعی بی نهایت بشه که اینم میتونه در حقیقت در اون مرزهای منطقه بریلین اتفاق بیفته. خب حالا اینها رو همون بحث‌های در حقیقت جرم مؤثر هست که اگر اینها رو رد بشیم، نکته بعدی اینه که حالا ما این جرم مؤثر رو تعریف کردیم، سوال اینه که ما چجوری میتونیم این جرم‌های مؤثر رو در نیم رسانا در واقع اندازه گیری بکنیم. اینو من در واقع براتون میخوام توضیح بدم که چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. ببینید این شکل رو نگاه بکنید. یه میدان مغناطیسی هست که در راستای رو به بالا، میدان مغناطیسی استاتیکی اعمال شده و الکترونی که در داخل بلور دارای حرکت هست و یه سرعتی داره، طبیعتاً تحت تأثیر این میدان مغناطیسی در یک مسیر مارپیچی قرار میگیره. چرا؟ شما اینو در فیزیک 2 یاد گرفتید که نیروی لورنس مغناطیسی که به صورت F مساوی Q و ضرب خارجی در B هست، حالا این اگر و در یک مسیر دایره‌ای مماس بر مسیر هست،
و ضرب خارجی در ب یک نیروی رو به مرکز، فرض کنید که الکترون در این جهت حرکت میکنه، در جهت ساعتگرد. این F یک نیروی رو به مرکز در حقیقت اعمال خواهد کرد. یعنی از طرف میدان مغناطیسی بر این الکترون طبق نیروی لورنس یک نیرو رو به مرکز، حالا بسته به اینکه علامت بار منفی باشه طبیعتا ما میتونیم نیرو رو عوض بکنیم جهتش رو، کاری ندارم. حالا اینجا اگر بله پاد ساعتگرد در نظر بگیرید، کیو چون منفی هست نیرو رو به مرکز خواهد شد. خب این نیرو وقتی رو به مرکز هست معنیش اینه که این نیرو روی الکترون هیچ کاری انجام نمیده، چون بر سرعت عمود خواهد بود دیگه. نیرویی که بر جهت سرعت یا حرکت عمود باشه کاری انجام نمیده. فقط تنها کاری که این نیرو انجام میده جهت حرکت الکترون رو از نقطه به نقطه دیگر مدام عوض میکنه و اینو مجبور میکنه که در یک مسیر دایروی همینطوری حرکت بکنه و طبیعتاً در راستای اون محور میدان مغناطیسی که داریم حول این محور یک مسیر مارپیچی تشکیل میده. خب این از این. اما اگر شما بیایید یک میدان متناوب رو که جهتش در واقع AC هست تغییر میکنه، این میدان الکتریکی متناوب اگر در راستای عمود بر میدان مغناطیسی باشه، خب طبیعتاً اینجا ما میتونیم بگیم که الکترون در واقع میتونه چیکار بکنه؟ یک انرژی رو جذب بکنه. شما میتونید توان جذبی این الکترون رو بر حسب میدان مغناطیسی رسم بکنید. چجوری؟ شما اول بگید که من میدان الکتریکیم رو دارم، با یه مقدار مشخص، یه میدان متناوب اعمال کردم. حالا این میدان مغناطیسی رو آروم آروم مقدارش رو تغییر میدم و به ازای هر مقدار توان جذبی رو رسم میکنم. اون جایی که فرکانس نوسانی میدان الکتریکی متناوب دقیقاً با فرکانس سیکلوترون الکترون، که حالا توضیح خواهم داد که فرکانس سیکلوترون چی هست. بله، اگر فرکانس میدان الکتریکی که یه میدان متناوب هست با فرکانس سیکلوترون الکترون که در حال چرخش حول این محور میدان مغناطیسی است برابری بکنه، یک پیک جذبی یا گله جذبی در این طیف مشاهده خواهید کرد که در اون حالت بهش میگن تشدید سیکلوترونی. در همون مقدار تشدید که مقدار میدان مغناطیسی مشخص خواهد شد، میتونید از طریق رابطه C بگید که در واقع میدان مغناطیسی رو مشخص کردید، بار الکترون رو مشخص کردید و چون فرکانس سیکلوترونی دقیقاً برابر شده با فرکانس میدان الکتریکی متناوب که اینو دست خودمون هست که تنظیم کردیم که میدان ما چه فرکانسی داشته باشه، بنابراین در این پیک جذبی اومگا سی که فرکانس سیکلوترون الکترون هست با فرکانس میدان الکتریکی برابری میکنه. الان در این رابطه اومگا سی رو دارید، بار الکترون رو دارید، ام استار رو با توجه به اینکه میدان مغناطیسی در اون پیک مشخص شد میتونید از طریق این رابطه به دست بیارید. این در واقع نحوه تعیین جرم مؤثر هست از طریق تشدید سیکلوترونی. منتها شاید سوال بکنید که این فرکانس سیکلوترونی از کجا ناشی میشه؟ خب اینم باز در حین صحبت هام اشاره کردم که شما
وقتی که یک میدان مغناطیسی رو اعمال می‌کنی، این میدان مغناطیسی برای الکترونی که در حال حرکت با سرعت v هست یک نیروی لورنسی به شکل F مساوی Q V ضرب خارجی در به. حالا با توجه به این آرایش میدان و اینکه حرکت الکترون در صفحه ای عمود بر میدان هست، این ضرب خارجی تبدیل میشه به Q V ضرب در به و گفتیم این نیروی لورنس به عنوان نیروی جانب به مرکز عمل میکنه. حالا اینایی که صحبت میکنم میتونید همه رو کاغذ بیارید. میشه Q V ضرب در ب مساوی با M V2 تقسیم بر R. خب بنابراین از طریق این رابطه میتونید مشخص بکنید که Q ضرب در V مساوی میشه با M V تقسیم بر R. یه دونه V از طرفین حذف میشه و یا R رو میتونید پیدا بکنید MV تقسیم بر QB. از طرفی مدت زمانی که طول میکشه تا این الکترون حول محور میدان مغناطیسی یک مسیر دایروی رو طی بکنه به عنوان زمان تناوب، این زمان تناوب رو اگر با تی بزرگ نشون بدیم میشه 2 PR ویوم. حالا به جای آری که ما قبلا پیدا کردیم بنویسیم که 2p ویوم ضرب در به جای آر قرار میدیم m v تقسیم بر q در ب و کلا t میشه 2pm تقسیم بر q ب. از طرفی ما میدونیم که دوره تناوب با فرکانس رابطه عکس داره. پس اگر ما فرکانس رو به صورت یک تیوم در نظر بگیریم میشه کیوبه بر 2pm و از یه جهت دیگر ما فرکانس زاویه‌ای رو میتونیم به فرکانس نسبت بدیم، یعنی اومگای C برابر بشه با 2pfc. حالا به جای fc شما همون QB بر 2pm رو قرار بدید، اومگای C در واقع میشه چی؟ QB تقسیم بر M. یعنی این اگر در سیستم SI نوشته بشه میشه EB تقسیم بر M استار به عنوان فرکانس سیکلوترونی و اگر در سیستم CGS بنویسید میشه EB بر M استار C که این در واقع بستگی داره که نیروی لورنس رو شما از اول در سیستم CGS می نویسید یا سیستم SI می نویسید. پس در واقع شما با استفاده از این فرکانس و در نظر گرفتن یک میدان الکتریکی RF که عمود بر میدان مغناطیسی استاتیکی هست، اون وقت میتونید از طریق همون جذب تشدیدی مقدار میدان مغناطیسی رو مشخص کنید و نهایتاً از طریق رابطه C جرم مؤثر رو میتونید به دست بیارید. خب این هم از در واقع نحوه به دست آوردن جرم‌های مؤثر الکترون‌ها و یا حفره‌ها. اینجا شما یک شکل در واقع طرحوار یا شماتیکی رو میبینید برای نوارهای انرژی. اگر دقت بکنید اون نوار بالایی که نوار رسانش هست برای الکترون‌ها که در فاصله انرژی EG از نوار ظرفیت قرار داره. منتها دقت بکنید که اینجا نوارهای ظرفیت 3 تا هستن که 2 تاش در نقطه کا مساوی 0 تبکن هستن و اون یکی از اون 2 تای دیگر جدا شده. فاصله انرژی که بین این حفره در واقع یا نوار انرژی پایینتر و بالایی ها وجود داره به دلیل اندرکنش اسپین مدار هست که بهش میگیم حفره های شکافتی یا اسپین مداری. اون دوتای بالایی رو ما میگیم حفره های سنگین و سبک. چرا حفره های سنگین و سبک؟ مگه ما نگفتیم که مشتق دوم انرژی در حقیقت متناسب با عکس جرم هست؟ خب هر چقدر
مشتق دوم انرژی که همون تقعر منحنی رو یا انحنای منحنی رو مشخص میکنه. حالا شما نگاه کنید به این منحنی اول برای نوار ظرفیت، اینجا انحنا خیلی بیشتر هست. وقتی بیشتر هست، ببخشید، انحنا کمتر هست. چرا بیشتر؟ وقتی باز میشه یعنی انحناش کمه. وقتی خیلی در واقع تقعرش جمع و جورتر میشه، اینجا میگیم انحنا بیشتره. هرچقدر انحنا کمتر باشه یعنی جرم مؤثر که متناسب با عکس مشتق دوم هست، این ام استار بیشتر خواهد شد. برای همین بهش میگیم حفره های سنگین، یعنی جرمشون اینا بالاتر هست. هرچقدر تقعر یا انحنا بیشتر میشه، اون وقت جرم مؤثر کمتر میشه، بهش میگیم حفره های سبک. خب این هم که حفره شکافتی است که از اونها به دلیل اندرکنش اسپین مدار جدا شده و در اینجا یک مثال عددی زده که شما اگر ام استار رو 1/10 ام بگیرید و فرکانس سیکلوترونی رو برابر با این مقدار بگیرید، طبق رابطه سی که بالا توضیح دادیم، مقدار میدان مغناطیسی برابر با 860 گوس حاصل میشه. خب الان با توجه به شکل 13 شما میتونید نوار انرژی رو، رابطش رو برای الکترون ها که نوار رسانش هست، با فرض اینکه جرم مؤثر الکترون ام باشه، خیلی راحت با در نظر گرفتن مبدأ انرژی در کا مساوی 0 که بالای نوار ظرفیت هست، اینجا اگر مبدأ انرژی باشه اون وقت EC میشه EG به اضافه h/2 کادو بر 2m، با فرض اینکه در نزدیکی نقطه کا مساوی 0 شکل نوار انرژی به صورت سهمی باشه، یا به عبارتی سطح انرژی الکترون به شکل کره باشه در 3 بعد. حالا اگر اینو برای نوارهای ظرفیت بنویسی، حالا برای حفره‌های سبک و سنگین این میشه در واقع ای حفره مساوی با منهای در واقع ای ولانس میشه منهای h/2 کادو بر 2m. برای حفره شکافتی میشه منهای دلتا منهای h/2 کادو بر 2m. حالا این m برای حفره سنگین، سبک و طبیعتا شکافتی متفاوت خواهد بود. بنابراین ما میتونیم نوار منحنی انرژی رو برای یا رابطه انرژی رو برای هر سه تا حفره به این شکل بنویسیم که ای والانس هیوی هول یعنی HH نشان دهنده حفره سنگین هست، تقریبا میشه منهای h/2 کادو تقسیم بر 2 تا m HH. ای والانس LH یعنی لایت هول حفره سبک منهای h/2 کادو بر 2m LH، چون مبدأ اینها در کا مساوی 0 هست. و برای EV SOH یا همون اسپین اوربیت هول تقریبا میشه منهای دلتا منهای h/2 کادو بر 2 تا MSOH. حالا تو این جدول هم شما ملاحظه میکنید که جرم های مؤثر الکترون ها و حفره ها رو در یک نیم رسانه های در واقع با گاف مستقیم اینجا آورده که اگر نگاه بکنید ستون اول جرم مؤثر الکترون ها هست، ستون دوم جرم مؤثر حفره سنگین، بعد حفره سبک و حفره شکافتی و مقدار اون پارامتر اندرکنش اسپین مدار هم بر حسب الکترون ولت در ستون آخر نشون داده شده. خب اینجا 2 تا مثال برای سیلیسیوم و ژرمانیوم یا همون SI و JE نوارهای انرژیشون رو
به صورت کامل در حقیقت اینجا نشون داده که این رسانه‌های با گاف مستقیم ژرمانیوم رو شما اینجا ملاحظه می‌کنید، به طوری که اگر دقت بکنید دیگه وقتی شما کل نوار انرژی رو در ناحیه اول بریلیان در یک جهت مشخص، مثلا ببینید سمت راست جهت 100 رو نشون میده، سمت چپی جهت 111 رو نشون میده، که اینا با توجه به اون شکل‌های ناحیه بریلیان که حالا احتمالاً در ادامه هست، مثلا اینجا نگاه کنید شکل نگاه کنید اینجا در واقع نمونه ای از نواحی اول بریلیان هست برای شبکه‌های FCC و BCC. اینجا نگاه کنید گاما به عنوان مرکز ناحیه اول بریلیان هست. هر کدوم از این مسیرهای تقارنی، مثلا گاما کا، گاما ال یا گاما ایکس، گاما یو، اینا هر کدوم یک جهت مشخصی رو در فضای کا در واقع نشون میدن. بنابراین اگر ما بیاییم در این جهت‌های مشخص ناحیه اول بریلیان نوار انرژی رو حساب بکنیم، میبینیم که در حالت کلی نوارهای انرژی به همون شکل ساده‌ای که ما در نظر گرفتیم به صورت سهمی به همین شکل هم نیستن. الان شما نگاه کنید، مثلا این نوار رو، نوار پایینی اول رو در نظر بگیرید، در جهت 100 یه انحنا داره، در جهت 111 یه انحنای دیگره، یعنی کاملا متقارن نیست. همینطور برای بقیه نوارها که میبینید کاملا اینا متقارن نیست و انحنا بستگی داره به جهت. در نتیجه شما میتونید بگید که در حالت کلی نوارهای انرژی یک نوارهای ناهمسانگرد هستند، یعنی بستگی به جهت دارند. و در مورد گاف انرژی این نیم رسانا هم اگر در کا مساوی 0 دقت بکنید، این فاصله انرژی بین نوار رسانش و ظرفیت برابر با 1.1 الکترون ولته. اما برای این در واقع مرز منطقه بریلیان در سمت چپ که پایین تر از مینیموم واقع در نقطه کا مساوی 0 هست، پایین تر از اون هست. بنابراین گاف انرژی بین این مینیموم نوار رسانش در مرز منطقه، فاصلش با ماکزیموم نوار ظرفیت در کا مساوی 0 برابر با 0.9 الکترون ولت هست. بنابراین این گاف غیر مستقیم هست. و همینطور برای سیلیکون هم اگر شما ساختار نواریش رو نگاه بکنید، قطعا اونم یک نیم رسانه‌ای گاف غیر مستقیم هست. حالا اینا رو بر اساس اوربیتال هایی که منجر به تشکیل نوارهای انرژی می شوند، ما میتونیم در حالت کلی با یک سری تقریب هایی مثلا بیاییم بگیم که ای کا برابر با آ در کا 2 به اضافه منهای ب 2 کا 4 سی 2 در کا ایکس 2 کا ایگرگ 2 به اضافه کا ایگرگ 2 به اضافه کا زد 2 و به اضافه کا زد 2 به اضافه کای در حقیقت x2. یعنی شما میتونید یک نوار انرژی رو در نظر بگیرید و از طریقی در واقع این منحنی ها رو با نرم افزارهای مختلف بیایید براش یک نموداری رو فیت بکنید، برازش بکنید که این مثلا نمونه ای از همون نتیجه برازش هست که میتونیم اینو در واقع به شکل نوار انرژی در نظر. ولی چیزی که مهم هست من اینجا میخوام تاکید بکنم اینه که در واقع این نوار انرژی به شکل سهمی نیست
که دقیقا برابر با یه ضریبی در کاب توان 2 باشه. خب کاملا سهمی نیست، درسته که به شکل درجه 2 خواهد بود ولی کاملا سهمی نیست و جملات دیگری هم وابسته به کا داره که اینو در واقع میخواد نشون بده که در حالت کلی نوار انرژی میتونه غیر همسانگرد باشه. حالا بر حسب اون در حقیقت نوار انرژی برای حفره ها که از طریق اندرکنش اسپین مدار ظاهر میشه، این هم میتونه به این شکل در نظر بگیرید که شاید در اون شکل اگر شما دقت بکنید به این نوار سومی این تقریبا یک سهمی هست. حالا صرف نظر از این که طرف سمت راست یه مقدار با طرف سمت چپ متفاوت هست ولی میشه اینو تقریبا به شکل یک سهمی در نظر گرفت. این دلتا هم این فاصله هست که فاصله در نقطه کا مساوی 0 مشخص کرده برابر با 29 صدم بکنم الکترون ولت. اما برای بقیه نوارها میبینیم که کاملا سهمی شکل نیستن. حالا اینا مشخص کرده که مثلا برای سیلیکون اگه بخواید ضرایب ABC اینه، دلتا هم به این شکل، همینطور برای ژرمانیوم. و از اونجایی که ما گفتیم جرم مؤثر در حالت کلی به شکل یک تانسور هست، ما میتونیم جرم مؤثر رو به دو قسمت تقسیم بکنیم. یکی این که جرم مؤثر در راستای محور طولی باشه، یکی هم در راستای محور عرضی که این دوتا جهت کاملا بر هم عمود هستن. بنابراین اگر یک محوری رو در نظر بگیرید در راستای اون محور بخواید جرم مؤثر رو مشخص بکنید یا جرم سیکلوترونی رو، به طوری که اون محور با راستای میدان مغناطیسی زاویه تتا درست میکنه، در حالت کلی میتونید بگید که 1 بر MC به توان 2 کوسینوس 2 تتا بر MT به توان 2 به اضافه سینوس 2 تتا بر MT به اضافه ML. اینجا MT همون جرم ارضی هست که در راستای عمود بر اون میدان مغناطیسی هست و ML جرم طولی هست که در راستای محور مغناطیسی. اگه شما تتا رو 0 بگیرید جمله دوم میره، جمله اول هم میشه 1 بر MT، یعنی همون جرم مؤثری که در واقع در شکل قبلی ما در نظر گرفتیم با استفاده از آزمایش سیکلوترون. ولی برای بقیه محورهایی که با محور میدان مغناطیسی زاویه تتا میسازه طبیعتا این فرق خواهد کرد. حتی اینجا جرم مؤثر رو در شکل 16 اگر نگاه بکنید بر حسب زاویه اینجا رسم کرده. خب این جرم مؤثر هست، این هم زاویه‌ای که اون محور مورد نظرمون با میدان مغناطیسی درست میکنه. جرم مؤثر سیکلوترونی الکترون ها هست در ژرمانیوم. حالا جهت میدان مغناطیسی رو در صفحه 110 قرار داده و محور میدان مغناطیسی رو برای ژرمانیوم در راستای 111 در نظر گرفته و این جرم ها رو بر حسب زاویه به دست آورده. خب برگردیم حالا بکنم دیگه کامپیوتر منم داره یواش یواش هنگ میکنه، امیدوارم وسط صحبت هامون قطع نشه. خب این هم از نمونه ای از در واقع سلول های اولیه هست یا ناحیه اول بریلین هست. در مورد غلظت حامل های ذاتی هم من یه مقدار صحبت بکنم، حالا بقیه رو نگه داریم برای جلسه بعد. ببینید شما وقتی که یه نیم رسانا دارید، این نیم رسانا طبیعتاً هم میتونه الکترون‌هاش از نوارهای ظرفیت در اثر دما
تحریک بشن منتقل بشن به نوار رسانش، هم میتونه برای یک نور تابشی در حقیقت این انتقال انجام بدن، یا میتونه بر اثر اعمال یک میدان الکتریکی این کار انجام بدن. خب اون چیزی که در نظر گرفته اینجا اینه که میگه ما غلظت حامل‌های ذاتی رو به شکل تابعی از دما بر حسب گاف نوار میخوایم به دست بیاریم. خب سعی میکنیم حالا مدل رو یه مقدار ساده تر در نظر بگیریم، یعنی لبه های نوار رو به شکل سهمی در نظر بگیریم، یه مقدار محاسبات ما در این حالت راحت تر میشه. و دلیل این که ما اگر دقت بکنید در تمام کتاب های نیم رسانا اون چی که در واقع تمام معادلات پیاده میشه عمدتاً در نزدیکی مرکز ناحیه بریلیان هست، یا به عبارتی نزدیک یا حول و حوش کا مساوی صفر هست. ببینید در واقع دلیل این کار اینه که شما از نظر عملی وقتی میخواهید خواص نوری یا الکتریکی نیم رسانه ها رو بررسی بکنید عمدتاً همین ناحیه برای ما مهم هستن دیگه. ما اینقدر نمیتونیم الکترون های پایینی نوار ظرفیت رو بیاریم نوار رسانش. دلیلش اینه که از یه حد به بعد این خاصیت غیر خطی نشون میده دیگه. شما خاصیت غیر خطی هم برسید به حالت اشباع میرسه و دیگه شما اصلا هر چقدر هم تحریک بکنید اون فضاها یا حالتهای قابل دسترس در نوار رسانش از بین میره. اون چی که بر ما مهم هست اینه که تحریک معینی از الکترون ها به نوار رسانش کافی خواهد بود و این حالتهای قابل دسترس برای الکترون ها در نوار رسانش از ته نوار رسانش داره پر میشه آروم آروم تا برسه به حالتهای بالاتر. بنابراین همون حالتهای نزدیک یا حول و حوش کا مساوی صفر برای ما کافی خواهد بود. به خاطر همین ما میاییم مدل رو یه مقدار ساده تر میگیریم و نوارها رو به شکل سهمی در نظر میگیریم. خیلی خوب، حالا فرض کنید که یه تعداد الکترون هایی برانگیخته شدن به نوار رسانش در دمای T که اینو ما میخواییم بر حسب پتانسیل شیمیایی که همون انرژی فرمی هست و متناسب با تعداد الکترون ها هست اینو حساب بکنیم. تنها فرضی که ما در اینجا اعمال خواهیم کرد اینه که ای منهای مو خیلی بزرگتر از کیویته باشه. یعنی چه؟ این ای همون انرژی الکترون هایی هستند که در نوار رسانشه اختلافشون با پتانسیل شیمیایی یا تراز فرمی فرض میکنیم که از انرژی کیویته خیلی بزرگتر باشه و این فرض رو ما اگر در نظر بگیریم تابع توزیع فرمی دیراک تبدیل میشه به ای به قوه مو منهای ای بر کیویته. شما تابع توزیع فرمی دیراک رو قبلا به صورت 1 بر 1 به اضافه ای به قوه ای منهای مو بر کیویته. وقتی ای منهای مو بر کیویته خیلی بزرگتر از 1 میشه اون وقت اکسپونانسیل به بی‌نهایت میل میکنه، در مقابل 1 خیلی بزرگ میشه، از 1 صرف نظر میکنید این میاد صورت تبدیل میشه به موی منهای ای بر کیویته. در تقریب که برای اف ای خیلی کوچکتر از 1 معتبر است. یعنی چه اف ای خیلی کوچکتر از 1؟ اف ای خودش چی هست؟ اف ای یعنی حالتهای قابل دسترس برای الکترون رو نشون میده، یعنی احتمال اشغال رو نشون میده. وقتی ما میگیم ای منهای مو خیلی بزرگتر از کیویتی هست یعنی الکترون هایی که پایین به اندازه کیویتی پایین تر از انرژی فرمی هستند اینا میتونن منتقل بشن در واقع به نوار رسانش
وقتی که این نوار رسانش با یه تعداد الکترونی پر شده که این اختلاف انرژی الکترون ها با نوار انرژی فرمی خیلی بزرگتر شده، معنیش اینه که دیگه برای الکترون های بعدی که از نوار ظرفیت میخوام منتقل بشن به نوار رسانش، این حالت ها دیگه قابل دسترس نیستن. یعنی FE خیلی کوچکتر از 1 هست. و از طرفی ما میدونیم که الکترون ها انرژیشون در نوار رسانش همونطور که در روابط قبلی هم اشاره شد به صورت ESC به اضافه H بار 2K2 بر 2ME هست. ESC لبه نوار رسانش هست که اینجا گفته در شکل 18، حالا در ادامه خواهیم دید. یعنی اون مینیموم نوار رسانش. و ME هم همونطور که میدونیم جرم مؤثر الکترون هست. خیلی خوب، ما در فصل 6 حالا اگر مراجعه بکنید رابطه 20 رو، چگالی در واقع حالتها رو هم اونجا به دست آوردیم و میخوایم از همون چگالی حالتها در اینجا استفاده بکنیم. چگالی حالت یک بار دیگه تعریف میکنم، معنیش اینه که تعداد حالتهای موجود بین انرژی E و A به اضافه DE. یعنی در اون بازه انرژی DE اگر ما بخوایم تعداد حالتها رو حساب بکنیم، ضرب در DE خواهیم کرد همراه با تابع احتمال یا احتمال اشغال الکترون که همون تابع توزیع فرمی. به عبارتی چگالی حالتها تعداد حالتها در واحد بازه انرژی رو مشخص میکنه که این رابطش قبلا حساب شده به صورت 1 بر 2p2 2me بر h بار 2 به توان 3 دوم e منهای ESC به توان 1 دوم. تعداد الکترون ها در واحد حجم نوار رسانش رو اگر شما بخواید حساب بکنید، میگه DE ضرب در FE در DE. خب وقتی در واحد بازه انرژی تعداد حالت ها DE هست، در بازه DE میشه DE ضرب در DE. منتها هر حالت انرژی دارای یک احتمال اشغال هست که حاصل ضرب این ستا رو در بازه DE به عنوان تعداد الکترون ها رو در نظر میگیره و اگر بخواید کل در واقع الکترون ها رو در نوار حساب بکنید، باید انرژی رو از ESC تا بی نهایت در نظر بگیری و از این عبارت انتگرال بگیری. یعنی همه اینها رو جمع بزنی تا تعداد کل الکترون ها به دست بیاد در واحد حجم. حالا اگه شما این چگالی حالت ها رو همراه با تابع توزیع فرمی که در بالا تحت اون تقریب یا فرضی که گرفتیم وارد بکنید، منجر به این رابطه خواهد شد که این رابطه انتگرالی هم از ریاضیات میتونیم کمک بگیریم و جوابی که برای این انتگرال به دست میاریم و نهایتاً رابطه‌ای که برای n به دست میاریم میشه 2 در ME KBT تقسیم بر 2ph بار 2 به توان 3 دوم در اکسپونانسیل مو منهای EC تقسیم بر KBT. این تعداد الکترون ها رو در نوار رسانش نشون میده که اولا وابسته به دما هستن، همینطور وابسته به پتانسیل شیمیایی هستن. خب طبیعتاً اگر شما پتانسیل شیمیایی رو بلد باشید، میتونید در یک دمای معین تعداد الکترون ها رو مشخص بکنید. مشابه این کار رو میتونید برای حفره ها انجام بدید. منتها دقت بکنید که در مورد حفره ها ما تابع توزیع فرمی رو تحت همون تقریب یا فرض این که KBT منهای ای خیلی بزرگتر باشه اینجا
میگه مو منهای ای خیلی بزرگتر از کیویته خواهد بود، چون پتانسیل شیمیایی یا تراز فرمی بالاتر از انرژی حفره ها هستش. در نتیجه این فاصله خیلی بزرگتر از کیویته خواهد بود. ثانیاً اف هاش رو می نویسیم به صورت 1 منهای اف ای. چرا؟ شما میگید که اف ای احتمال اشغال الکترون ها رو مشخص میکنه. وقتی الکترونی در نوار ظرفیت رفت به نوار رسانش یا حفره باقی میذاره، پس احتمال اشغال حفره میشه 1 منهای اف ای. یعنی باید یه دونه الکترون منتقل بشه تا حفره ای ایجاد بشه. بنابراین احتمال اشغال حفره باید 1 منهای اف ای باشه که جمعشون همیشه برابر با 1 هست این احتمال ها. حالا اگر به جای اف ای طبق همون تعریف در واقع توزیع فرمی دیراک قرار بدید و این رابطه رو ساده بکنید، خیلی راحت میشه 1 بر ای به قوه مو منهای ای تقسیم بر کیویته به اضافه. اینو به عنوان تمرین میتونید خودتونم انجام بدید، خیلی ساده است. بعد اون فرض رو اگر اعمال بکنید که مو منهای ای خیلی بزرگتر از کیویتی هست، اون وقت اف هاش تبدیل میشه به اکسپونانسیل ای منهای مو بر کیویتی. حالا در مورد حفره ها هم باز چگاله حالت ها رو می نویسید به صورت دی هاش مساوی با 1 بر 2 پی دو ام هاش بر اجبار رو به توان 3 دوم در ای و منهای ای به توان 1 دوم و ای وی هم اینجا انرژی لبه نوار ظرفیت هست. این همین کار رو اینجا تکرار میکنید، یعنی انتگرال گیری رو اعمال میکنید، تعداد حفره ها رو به دست میارید و اینم به این شکل حاصل میشه. حالا اگر این دوتا رو در هم ضرب بکنید، یعنی n ضرب در p و با این فرض که ای جی همون ای سی منهای ای وی هست، n در p به این شکل حاصل میشه. خب تا اینجا کافی هست. من خواهشم اینه که تمام این روابطی که تا در این قسمت براتون گفتیم و همشون هم قابل درایو هست، به عنوان تمرین برای اینکه در ادامه بحثمون هم به مشکل بر نخوریم، اینا رو تا جلسه بعدی حتما بشینید روش در واقع عملیات جبری لازم رو انجام بدید به عنوان یه تکلیف. به هر حال برای خودتون اینها رو واقعا مشخص بکنید که این روابط از کجا حاصل می شوند. اگر صحبتی هست، سوالی هست، بفرمایید توضیح بدم. اگر نه که صحبت‌های من تا همینجا کافی خواهد بود. خب خیلی ممنونم. شما هم خسته نباشید. خدا نگهدارتون.